سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم سمجه که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز در مورد ازی است که ما دو آهنگی که شما در اول شنیدین او رو میخوایم بررسی کنیم که چطور فهمیدیم که البته ما چطور فهمیدیم که این دو آهنگ در راگ بوپالی جور شده. پس یک جای میریم بررسی میکنیم دوستان عزیز. خب به خاطر از اینکه ما بفهمیم که یک آهنگ در کدام راگ جور شده، اول ما باید اون راگ بلد باشیم، با تمام معنا بشناسیم. و اگر ما به تمام معنا اون راگ بشناسیم، کسی که خوانده باشه او را تمام قوانینش مراعات نکرده باشه، باز هم مشکل است که آدم بفهمه که این آهنگ در کدام راگ جور شده. و دوستای عزیز، بهترین طریقش، آسانترین طریقش به کسای مثل ما و شما که شاگرد هستیم این است که ما اول میلودی آهنگ به مغز خود ثبت میکنیم. بعد از اینکه ما را ثبت کردیم، ما خود ما با یک اینسترومنت مثل پیانو و هارمونیا یا هر کیبورد دیگه که باشه بر روی از کار میکنیم و میبینیم که آیا سرای راگ بوپالی در استفاده شده یا نه. فرض مثال، خب ایده کار میکنیم، میبینیم که سرا واقعا سرای راگ بوپالی در استفاده شده، یعنی 5 سر استفاده شده: سا، ره، گه، پا، ده. و بعد از اون که وقتی که فهمیدیم که یا هر راگ دیگه که باشه، هر چیز دیگه باشه، من اینجا راگ بوپالی را مثال میتم، اول میبینیم، می نوازیم، میبینیم که امو سرای امو راگ استفاده شده و آهنگ یعنی. قدم دوم اگر شده بود این کافی نیست، ما باید دیگه پیشتر بریم. دوم ما میریم مشخصهای مخصوص یک راگی که ما فکر میکنیم در اون راگ است، مشخصهای مخصوص از اون ما میبینیم در آهنگ. مثلا مشخصهای مخصوص راگ بوپالی است که سر، پا و گه اکثرا پشت یکی دیگه میاین و از یکی به دیگه میلخشن و این بسیار مشخصی خاصش هستن. و دیگه مشخصیش این است که دا و سا همچنان از پشت یکی دیگه میاین. و مشخصی خاص دیگه ایش است که دای ماندر سبتک زیادتر استفاده میشه تا دای مدی سبتک. و مشخصی دیگهش این است که گه سر گه که وادیش است و زیادتر مورد استفاده قرار میگیره و همچنان ده که سم وادیش است. و بعد تمپو بسیار مهم است که ما میفهمیم که در راگ بوپالی مثلا تمپو باید همیشه مدل و یا آهسته باشه. این چند تا مشخص ها را وقتی که ما یک آهنگ پرکتیس میکنیم و میبینیم، مینوازیم، میخوانیم، اگر دیگه صدق کرد که میفهمیم که امی راگی که ما مثلا آل ما سر راگ بوپالی گپ میزنیم، ای در آهنگ در راگ بوپالی ای جور شده. دوستای عزیز، ما حالی یک جای میریم و امی دو آهنگ یک جای بررسی میکنیم برای هارمونیا و میبینیم که ما اصلا چطور فهمیدیم که این دو آهنگ در راگ بوپالی تهیه شده. دوستان عزیز، راگ بوپالی یک بار دیگه در روی کیبورد هارمونیا میبینیم: سا، ره، گه، پا، ده، سا، سا، ده، پا، ده، سا. خب اگر ما آهنگ بخونیم، امی آهنگ استاد بسیار عزیز احمد ظاهر، آهنگش اگر ما میخوانیم، خب ما اول آهنگ میخوانیم پیش از اینکه ما بفهمیم که اصلا این کدام راگ است. اینم میخوانیم، همونطور میبینیم که چی رقم در کدام نوتا از این کرچ سیره میخوانیم. دوستان عزیز، ما تا بال دمی آیسایش دیدیم که ما فقط سا، ره، گه، پا،
ده یا از این ده مانجا سبتک مادیا سبتک یا مانجا سبتک استفاده کردیم. ببینید شما یعنی ما از اینجا میبینیم که ما سا ری گا پا داره، یعنی یا از این سبتک یا از این سبتک فرق نمیکنه، اما ما اینمی 5 تا نوت استفاده کردیم تا باله. اینو ده انتریش میریم کنتریش از اینجا که ما میبینیم که باز گا پا، باز دا، باز پا، گا ریسا، یعنی دا آیستایی و انتریزی. فقط ما دیدیم که فقط گا ریسا پا در استفاده کردیم. بعضی وقت از این سبتک استفاده کردیم پا و داره و بعضی وقت هم از سبتک دیگر. و این بر ما نشان داد که اوکی، یعنی 5 تا نوت که در راگ بوپالی از ما دمی آهنگ امین نوتا را استفاده کردیم و آهنگ خواندیم، اما این کفایت نمیکنه، به خاطر که راگایی هستن که بغیر از بوپالی دیگر راگا هم هستن که امین نوتا را دارن، اما ما باید اسکال دیگه مشخصی راگ بوپالی رو ما باید که ببینیم و پیدا کنیم که باز از مطمئن شیم که آیا این آهنگ در راگ بوپالی جور شده و یا نه. از سر اگه شروع کنیم ای نام غمم دوستان عزیز، ما اینجا میبینیم که پاگا، ما در ویدیویی که ما در بالا بر شما بگذاریم ایره حتما چک کنین. در قسمت معرفی راگ بوپالی ما در چلنش ما میبینیم که پا و گا یا پا به گا وصل شده، یعنی از پشت پا گا آمده و یا از پشت گا پا آمده، یعنی این دو نوت اکثرا پشت یک دیگه خود میان که یک مشخصه بسیار به خصوصی راگ بوپالی است که ما دمی شروع این مشخصه را میبینیم. اوکی، این بسیار مشخصه مهمش بود که ما این را پیدا کردیم. اوکی، ولی به این کفایت نمی کنیم، ما میریم پیش میریم. شما میبینید که از پشت آنه من از پشت سا دا میاد، سا دا، و این هم یک مشخصه بسیار مهم از راگ بوپالی است که سا و دا هم از پشت یکی دیگه میاد که سا اینجا میاد و تا تمام آهنگ تکرار میشه. از پشت سا دا میاد، از پشت پا گا میاد و یا از گا پا میاد که این دو مشخصه بسیار مشخصه مهمه راگ بوپالی است. و یک مشخصه دیگه شما ببینید که وقتی ما آهنگ میخوانیم در تمام جهان شما انتریش هم ببینید. خب ما آل داستاییش خواندیم، دیدیم که ما این ده مانجا سبتک استفاده میکنیم زیادتر، نه ده مادیا سبتک، و آل میریم که در انتریش ببینید چطور است. ای مرغ سفید آشنایی، و باز هم میبینیم که ای مرغ گپا لا 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 دپا گپا گا
پاوگه و اینجا باز در استفاده کردیم، اما زیادتر ما اجازه داریم که در استفاده کنیم، اما زیادتر من میبینیم در آهنگ شما بخوانین زیادتر ای در استفاده شده که ایام یک مشخصه بسیار خاصی از راگ بوپالی است که اگر زیادتر دای مدی سبتک استفاده شود پس راگ به راگ دیسکار تبدیل میشه. از اون خاطر است که زیادتر در این آهنگ میبینیم که دای مانج سبتک استفاده شده و اگر شما آهنگ کلش بخوانین میبینین که سر گه بسیار زیاد استفاده شده و بعد از او سر ده استفاده شده. شما ببینین که ما یک جایی را میخوانیم و میبینیم موسیقیش بین موسیقیش نمیریم برای که باز زیاد میشه، فقط می نوت‌های خود راگ بوپالی رو و انترا و سایر استفاده میکنیم برای که اگر موسیقی بینش که می موسیقی رو استفاده کنیم بازو زیاد میشه. بر کسایی که نو یاد میگیرن مشکل است، چون اینجا تنها راگ ما میخوایم نشان بدیم، امو فقط در قسمت نوت‌های راگ کار میکنیم. ای مرغ سفید آشنایی، شما میبینید که باز عزیزای بسیار واضح معلوم شد 3 تا مشخصه گا و پا و یا پا و گا سا که برای دوستای یک دیگه هستن و اکثرا در ایران پشت یکی دیگه میاین و قرار میگیرن یا استفاده میشن. سا و دا مطور همچنان و دیدیم که زیادتر دای مانج سبتک و یا لاورکتیو زیادتر استفاده شده و همچنان ما دیدیم که سورگای ما مورد استفاده زیاد قرار گرفته. از اون خاطر برای ما بسیار واضح معلوم میشه که اینمی آهنگ استاد بسیار عزیز و دوست داشتنی ما احمد ظاهر امی آهنگ در راگ بوپالی تهیه کرده و ما همچنان ازش به بسیار لذت خاص استفاده میکنیم. خب دوستای عزیز، حالا ما میریم یکی از آهنگای استاد ناشناسه که تمرین میکنیم. البته فکر کنیم که ما اصلا نمیفهمیم که در راگ بوپالی است. ما ایره اول از امی کچ سی میخوانیم و میبینیم که کدام نوتا دایش استفاده شده و این مرحله را ما همچنان در این آهنگ طی میکنیم. بعد صبح یاد می‌ورشد سلام بابایا چه حال
عزیز، همونطوری که ما دیدیم ما باز امی نوتاست، امی سا ری گا استفاده شد، پا دا استفاده شد و سه اکتیو بالا هم استفاده شد و سا ری گا پا دا، امی 5 سر استفاده شد اما در اکتیو های مختلف که در قدم اول ما پیدا کردیم که بله نوتای راگ بوپالی است. حال میریم پیشتر ایره میخوانیم. گار صدا بعد سبا شما میبینید که باز ده لاور اکتیو استفاده میشه و از پشت سا باز دم میاد. لا بعد سبا گار صدا. خب میبینیم که یک مشخصی شدیدیم که سا به دا وصل میشه و دا از اکتیو پایین است، اما چی نیست برای ما، یعنی کفایت نمیکنه. بعد سبا یاد میشه سلام بوایا چلا حالا میخبشه سلام بوایا سلام بوایا چلا حالا میخبشه بعد سبا یاد میشه. خب باید سلام بوایا چلا حالا میخبشه بعد سبا گپا گرسا گپا باید از پشتی گا پا آمد که دیگه مشخصه. انتری شمالیم پا بی درمان گپا بادا لالا گپا بادا شما میبینید که در تمام آهنگ باز پا با گا آمده وصل شده، از پشت پا گا آمده و با چی رقم به شکلی که متو لغزانده شد و لغشیده شد پا با گا می لغشه. ببینید شما بی درمان لامارس پروتین گپا پبی درمان لامارس پروتین جانان شبها خبر دی نرازی جانان شبها خبر دی نرازی عزیزم. همونطوری که ما میبینیم در تمام جای گا و پاسته که از پشت یک دیگه میاد و سا و دا موتور و زیادتر ده ماندر ثبتک استفاده میشه و دیگه اگر تمام آهنگ شما بخونین و ببینین که گا از کلش که زیادتر استفاده شده و همچنان ده ماندر ثبتک زیادتر استفاده شده و برای ما بسیار واضح نشان میده که امی آهنگ استاد بسیار محترم
در راگ بوپالی آماده کردن و ما اگر ویدیوی ما استاد ناشناس ببینن لطفاً اگر ما ایره غلط کردیم لطفاً برای ما امیره اصلاح کنن که ما بفهمم که غلطی خود بفهمیم که ما در آینده ها دیگه این غلطی نداشته باشم و یک چیز نو بیاموزم و غلطیم اصلاح شود. و اگر ما غلط میکنم لطفاً استاد محترم با بزرگواری خودتان مرا ببخشین و اگر خواستین مرا کمک کنین و طریق درستش برای ما تشریح بدین. بعد صبا یار تمیرشا سلام بوایا چلا حالمی خبر شا سلام بوایا چلا حالمی خبر شا بعد صبا یار تمیرشا یار تمیرشا پاپی درمان نمار از پروتیم پاپی درمان نمار از پروتیم جانان می شب حال خبر جانان می شب حال خبر دی نرازین جانان می شب خبر دی نرازین بعد صبا یار تمیرشا سلام بوایا چلا حالمی خبر شی سلام بوایا چلا حالمی خبر شی بعد صبا یار تمیرشا یار تمیرشا. دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز. امیدوار هستم که یک ویدیوی جالب و آموزنده بوده باشه و شما اگر این ویدیو خوشتان آمده و تا حال این کانال سابسکرایب نکردین لطفا کانال سابسکرایب کنین تا که چینل رشد بکنه و ما زیادتر بتونم که ویدیوهای بهتر و خوبتر در خدمت شما قرار بدم. تا ویدیوی بعدی بدرود دوستای بسیار عزیز و گرامی. Bye bye.